درود و مهر بر همراهان همیشگی فالینا. همونطور که دارید میبینین محیط رو با اسماج پاکسازی میکنم برای دریافت انرژی های مثبت. لطفاً عدد 777 رو کامنت کنید. عدد 777 در هر تحقق آرزوهای شما بسیار بسیار عدد تأثیرگذاری هست. با باور و خلوص نیت این عدد رو کامنت کن. خب بریم سراغ انرژی خوانی امروز. بله، حفظ تعادل و توازن در هر زمینه‌ای موجب تغییر در رویکردهای قدیمتون میشه. آماده باشین برای دریافت انرژی‌های مثبت. این امواج مثبت شما رو به سوی آینده متفاوت سوق میده. این روزهایی که در اون قرار دارین روزهای دارک و پرتنشی برای شما عزیزانه. به زودی تمام این روزهای تاریک رو پشت سر میگذارید و این روزها همگی تبدیل به خاطره خواهد شد. در حال حاضر زمان تمرکز روی اولویت‌ها و خواسته‌ها و آرزوهاته. همه این اولویت بندی ها تغییر میکنه و در این ایام شما معجزه دریافت خواهید کرد. به زودی در تمام محورهای زندگی شما عزیزان تغییرات باور نکردنی و عجیبی رخ خواهد داد که حتی خودتون هم از سرعت این تغییر شگفت زده میشین، متعجب میشین. در زندگی شما عشق و تعهد به وجود میاد. عشق، نزدیکی، روابط دلخواه در زندگی شما موج میزنه. یک مقدار قبول مسئولیت دارین که حتی میتونه قبول مسئولیت فرزندانتون باشه. بریم سراغ کارت بعدی. بله، به زودی زود کسب و کار شما سکه خواهد شد. از آسمون براتون طلا خواهد بارید. در کل در تمام محورهای زندگیتون چرخش و تحول مثبت و غیر منتظره براتون دیده میشه.